بسم الله الرحمن الرحیم. محمود امین‌نژاد هستم، مدیریت پارس لوجستیک صنعت. 23 ساله که در زمینه قفسه‌بندی انبار فرش مشغول فعالیت هستم. انبارهای فرش رو به صورت 2 طبقه و 3 طبقه اجرا می‌کنیم. این قابلیت رو داره که تمام فضای انبار تا زیر سقف ازش استفاده بشه به صورت بینه‌سازی. ظرفیت انبار 2 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه نسبت به وضعیت موجود انبارتون. اسکلت داربست فلزی سنتی رو به صورت اصول مهندسی اجرا میکنیم.